قباد تاجی رو که مال زنش رباب بوده دست رویا میبینه. نکته‌ای که وجود داره اینه که رویا بعد دیدن قباد و شنیدن داستان عروس‌هایی که روبوده میشدن ترسی وجودش رو در بر میگیره و درهای اتاقش رو قفل میکنه و حتی پشت درم میز تحریرش رو میذاره. این رفتار کمی با شخصیت و کاراکتر رویا تناقض داره، چرا که رویا آدم نترسیه و یک دختر اصیل تهرانیه. چرا باید یک تاج عروسی رو که توی خرابه پیدا کرده برای خودش برداره و ببره توی اتاقش که انگار اون شی رو خیلی بهش دوست داره و بهش علاقه داره. خب حقیقت این قسمت میشه این که اون شی چیزی در وجود رویا رو بیدار داره میکنه، یعنی رباب یک حس خاصی رو به رویا از طریق اون آیتم داره منتقل میکنه. برای همین نسبت به اون تاج حس خاص